اپلیکیشن دیوار که همتون میشناسین دیگه، یه گزارش خیلی خنده‌داری اومده ارائه کرده از سرچ و اون آگهی هایی که انتشار داده داخل اپلیکیشن دیوار از جناب کفتر. حالا بر اساس این آمار که دارم براتون میخونم، تو 6 ماه نخست امسال حدود 49 میلیون بار کلمه کبوتر تو این پلتفرم سرچ شده که جزو پرتکرارترین کلمات ایرانی بوده داخل این اپ دیوار. بیش از 230,000 آگهی توی نیمه نخست 1402 توی دیوار آپلود شده که میانگین میتونیم بگیم 768 بار بازدید هر آگهی رو ما داریم و اینجوری بوده که اون کلمه کبوتر یا اون کفتر که سرچ شده حدوداً 49 میلیون بار توی این اپ دیوار سرچ شده و یه مش آگهی هم داشته.